آموزش نصب برنامه معروف فارنزیک اکسیژن که مخصوص رمزگوشه گوشی‌ها هست و امروز میخوام آموزش رو 0 تا 100 براتون بذارم و فایل‌های برنامه رو هم داخل کانال میذارم دانلود کنید. بریم انجامش بدیم. تا بخش داره برنامه، یه بخش فایل اصلی داره و یه بخش کرش داره. شما اول میایین فایل اصلی رو استرکت میکنید و نصبش میکنید. دقت کنید موقع نصب حتما باید آنتی ویروس خاموش باشه و تست مود سیستم هم فعال باشه. بعد از نصب برنامه و اتمامش یک کلیک راست میزنید و محل نصب برنامه رو باز میکنید. حالا باید چیکار کنید؟ بیاین فایل های کرش رو داخل پوشه های محل نصب و خود محل نصب بریزید. کپی میکنم یکی یکی داخل پوشه ها، تمامی پوشه ها و محل نصب خودش میریزم. بعد از اینکه فایل کرک ریختین برنامه رو اجرا میکنید و به شما هارد آیدی میده. شما این هارد آیدی رو کپی میکنید و برای ما میفرستین تا لایسنس بفرستیم خدمتتون و بقیه مراحل نصب رو انجام بدیم. بعد از اینکه فایل لایسنس رو براتون فرستادیم یعنی مثل همون فایل کرش داخل تمامی پوشه‌های نصب و محل نصب میفرستینش. طور که می‌بینید برنامه نصب شده و گوشی‌ها رو می‌تونید باهاش رمزگشایی کنید. اگه برنامه‌های بیشتری در مورد رمزگشایی گوشی می‌خواید و آموزش نصبشون رو ندارین، یه سر به پیز هم بزنید. آموزش 0 تا 100 رو همراه با فایلاشون براتون گذاشتم.